سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من عادله هستم و قرار امروز 0 تا 100 درس سوم از فصل ششم ریاضی نهم رو بهتون آموزش بدم. تا انتها با من همراه باشید. با رسم خط‌ها دستگاه معادله‌های خطی زیر را حل کنید، یعنی یک جواب مشترک برای دو معادله پیدا کنید. اولین کاری که برای این سوال شما باید انجام بدید، بیایید هر خط رو رسم کنید. بعد اینکه خط‌ها رو روی محور مختصات نشون دادید، محل برخورد دو خط میشه جواب مشترک دو تا معادلتون. اول ما میام خط x منهای y رو رسم می‌کنیم. برای رسم خط هم شما یک جدول می‌کشین، داخلش x و y رو می‌ذارین، به جای x دو تا عدد بذارین و y رو براش محاسبه کنید. راحت ترین اعدادی که شما میتونید استفاده کنید 0 و 1 هست. اگر ضریب x تون کسری باشه، یک بار به جای x تون بذارین 0، یک بار هم مخرج کسرتون رو قرار بدین تا ساده بشه. پس اینجا من به جای x یک دفعه 0 قرار میدم، یک دفعه هم 1 و y رو براش محاسبه میکنم. اگر من به جای x بذارم 0، معادله میشه 0 منهای y مساوی با 1. خب y مساوی با 1 تقسیم بر اینجا y ضریب نداشته، به جاش یه دونه 1 میذاریم که میشه -1. میشه 1 تقسیم منفی 1، جواب میشه -1. پس اگر من 0 بذارم جواب y هم شد -1. حالا اگر بیام 1 بذاریم به جای x میشه 1 منهای y مساوی با 1. y رو نگه میداریم، این 1 رو میبریم این سمت معادله، میشه 1 منهای 1 که 1 منهای 1 هم میشه 0. میشه -y مساوی با 0، y مساوی با 0 تقسیم بر -1 که میشه 0. پس یک نقطه هم شد 0 و -1 و یه نقطه دیگه هم شد 1 و 0. میام این دو نقطه رو روی دستگاه مختصات نشون میدم و خطم رو رسم میکنم. 0 و -1 میشه این نقطه، 1 و 0 میشه این نقطه. حالا کافیه این دوتا خط رو من به هم دیگه وصل کنم به این صورت. کنارش هم معادلش رو میتونیم بنویسیم x منهای y مساوی با 1. برای خط بعدی هم میام یک جدول میکشم، x و y قرار میدم، چون ضریب x هم کسری نیست پس بهتره 0 و 1 رو به جاش قرار بدم. اگر 0 بذارم میشه 0 به علاوه y مساوی با 3. پس میشه y مساوی با 3. اگر به جای x 1 بذارم میشه 1 به اضافه y مساوی با 3. y مساوی با 3، 1 باید بره اون سمت، قرینه میشه منهای 1 که میشه y مساوی با 2. نقاطم یکی شد 0 و 3، یکی شد 1 و 2. میام این دوتا نقطه رو روی دستگاه مختصات نشون میدم، بعد خطش رو رسم میکنم. یکیش 0 و 3 این نقطه، یکیش 1 و 2 این نقطه. حالا میام خطم رو رسم میکنم. کنارش میتونم معادله‌ام بنویسم x به علاوه y مساوی با 3. جایی که دوتا خط هم دیگر قطع میکنن میشه جواب مشترک این دو معادله که میشه این نقطه. پس جواب مشترکم میشه نقطه‌ای که به دست آوردیم، این نقطه که برابر با 2 و 1. برای خط بعدی هم کافیه شما همین مراحل رو دوباره انجام بدین. من دارم x و y یک بار 0 قرار میدم، یک دفعه هم 1 قرار میدم. اگر 0 قرار بدم این کامل میشه 0، میشه -y مساوی با 3 که میشه y مساوی با 3 تقسیم بر این ضریب نداره 1 میشه 3 تقسیم بر -1 که میشه -3. اگر به جای x توی این معادله بذارم 1 میشه 2 ضرب در 1 منهای y مساوی با 3. 2 یکی میشه 2 تا، پس -y میشه 3، 2 باید بره اون سمت که میشه -2. 3 منهای 2 میشه 1، y میشه 1 تقسیم بر -1 که جواب میشه -1. پس دو تا نقطه یکی شد 0 و -3، یکی شد 1 و -1. برای قسمت بعدی هم همین کار رو مجدد انجام میدیم. اگر 0 بذاریم میشه 2y مساوی با 3، y مساوی با 3 تقسیم بر 2، y مون شد 3 دوم. اگر 1 بذارم y هم میشه 1 به علاوه 2y مساوی با 3، 2y مساوی با 3 منهای 1، 2y مساوی با 2، y مساوی با 2 تقسیم بر 2 مساوی با 1. پس y هم شد
1. بریم نقاطمون رو رسم کنیم داخل دستگاه مختصات. نقاط معادله خط اولی بود 0 و -3، 1 و -1. پس 0 و -3، 1 2 3 تا به سمت پایین و 1 به سمت راست، 1 به سمت پایین، 1 و -1. حالا خطمو رسم میکنم. معادله خطمو کنارش مینویسم. خط بعدی رو هم میایم رسم میکنیم. 0 و 3/2. بچه اگر شما مخرج کسری داشتین باید هر واحدتون رو به همون اندازه تقسیم کنین. اینجا 3/2 دارم، یعنی هر واحدم به 2 قسمت تقسیم شده. به این صورت روی محور ارسال 0 و 3/2 میشه این نقطه. 1 و 1 میشه این نقطه. حالا نقاطم رو به هم دیگه وصل میکنم. معادله خطمون رو کنارش مینویسیم. محل تلاقی میشه جواب مشترک این دو خط. چون که نقطه دقیقی رو به من نشون نمیدی روی محور x و y، من باید مختصات x و y هم رو حساب کنم. به چه صورت این کار رو باید انجام بدین؟ اول میان دوتا معادلتون رو بر حسب y مینویسین و دوتا معادله رو با هم دیگه برابر قرار میدین و xش رو به دست میارین. بعد xی که به دست آوردین میبرین داخل یکی از معادلات قرار میدین و بعد yش رو به دست میارین. من میخوام این قسمت رو بیارم اینجا بنویسم براتون. قبل از اینکه من بیام جواب مشترک رو پیدا کنم، من بهتون بگم برای حل دستگاه معادلات خطی شما 3 تا روش دارین: روش ترسیمی، روش حذفی و روش جایگزینی. این روش ترسیمی هستش. برای قسمت اول من میام y رو بر حسب x مینویسم. میشه -y، x ها رو میبرم اون سمت. میشه -2x چون جابجا شده به علاوه 3. حالا چون y هم ضریبش منفیه باید همه رو تقسیم بر 1 منفی بکنیم. -1 با -1 خط میخوره میشه y، منفی در منفی میشه مثبت 2x، مثبت در منفی هم میشه -3. این شد یک معادلم. برای قسمت بعدی هم دارم 2y مساوی با -x به علاوه 3. اینجا چون ضریب y هم 2 هست باید همه رو تقسیم بر 2 کنم. میشه y مساوی با -1/2 x به علاوه 3/2. این از معادله دومم. حالا باید بیام این دوتا معادله رو با هم دیگه برابر قرار بدیم، x رو به دست بیاریم. میشه 2x منهای 3 مساوی با -1/2 x به علاوه 3/2. مساوی و زیر مساوی قرار میدم. x ها یک هم، اعداد یک هم. 2x این باید بره این سمت، پس قرینه میشه مثبت 1/2 x. بعد -3 باید بره اون سمت، میشه مثبت 3. مثبت 3/2 هم که سر جای خودش هست، پس تغییر علامت نداریم. حالا 2 به علاوه 1/2 باید مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترکشون میشه 2. 1 ضرب در 2 شده، پس 2 هم ضرب در 2 میکنم. میشه 4 به علاوه این مخرج ضرب در 1 شده، صورت هم ضرب در 1 بشه هیچ تغییری نمیکنه. x هم کنارش مینویسم. مساوی با، دوباره باید مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترک میشه 2. 1 ضرب در 2 شده، پس 3 ضرب در 2 میشه 3 2 تا 6 تا به علاوه 2 تغییر نکرده، پس صورتش هم تغییری نمیکنه. شد 5/2 x مساوی با 9/2. x هم برابر میشه با 9/2 تقسیم بر 5/2. دور در دور، نزدیک در نزدیک. میشه x مساوی با 9 ضرب در 2 تقسیم بر 2 ضرب در 5. دوها با هم ساده میشن و x هم مساوی میشه با 9/5. پس این نقطه‌ای که من اینجا دارم برابر با 9/5 هستش. حالا میخوام یش رو به دست بیاریم. من میام xی که به دست آوردم رو داخل یک معادله که راحت تر هست. فرقی نمیکنه معادله اولی رو انتخاب کردین یا دومی رو. هیچ فرقی نمیکنه. در نهایت به یک جواب میرسین. من اونی که راحت تر رو انتخاب میکنم، بعد x رو جایگزین میکنم داخلش. این معادلم رو انتخاب میکنم. میگم y مساوی با 2 ضرب در 9/5 منهای 3. 2 و 5 ساده نمیشه، پس میشه 2 9 تا 18/5 منهای 3. باید مخرج مشترک بگیریم. میشه 5. میشه 18 منهای 1 ضرب در 5 شده، 3 ضرب در 5 بشه میشه 15. 18 منهای 15 هم میشه 3. مخرجش هم که خودش 3/5. پس y مونم شد 3/5. پس این قسمت هم شد 3/5. جواب مشترک
این دو معادلم میشه 9 پنجم و 3 پنجم. آیا میتوان گفت این دستگاه معادله خطی بیشمار جواب دارد؟ چرا؟ قبل از اینکه من براتون این سوال رو توضیح بدم، بهتره شما با تمام حالتهای جواب دستگاه معادلات خطی آشنا بشین که من اینجا براتون مینویسم و توضیح میدم. این نکاتی رو که میخوام بهتون بگم حتما یادداشت کنید که لازمتون میشه. جواب در دستگاه معادلات خطی به 3 صورت هست. اگر دو خط هم متقاطع باشه یعنی به این صورت، یعنی یک جایی همدیگر رو قطع کنن، جواب من میشه یک نقطه. اگر دو خط بر همدیگه منطبق باشن، یعنی من یک خط دارم یه خط دیگه بیاد روش منطبق بشه، در این صورت جواب من میشه بیشمار، چون یک خط بیشمار نقطه داره، پس جواب میشه بیشمار. توی حالت سوم گفته اگر دو خط با هم موازی باشن، یعنی به این صورت، من یه خط دارم یه خط دیگه بیاد باش موازی باشه، در این صورت من جوابی ندارم. پس این معادلات خطی جواب ندارن، چون دو خط موازی رو هرچی هم که امتداد بدیم در هیچ نقطه همدیگر رو قطع نمی کنن. یکی از مشخصه هایی که شما میتونید راحت‌تر تشخیص بدین که آیا این دو خط بر هم منطبق هستن یا با هم موازی هستن اینه: اگر یکی از معادلات خطیتون ضرایبش دقیقاً چند برابر معادله خطی دیگه باشه، یعنی این دو خط بر هم منطبق هستن و دستگاه بیشمار جواب داره. همین سوالی که الان بهتون داده، نگاه کنید xش 2 برابر شده، یعنی ضرب در 2 شده، یش 2 برابر شده، عدد ثابتش 2 برابر شده. پس تمام ضرایب عددی من در یک عدد ثابت ضرب شده و در این حالت من میتونم بگم دو تا خطم بر هم دیگه منطبق هستن و وقتی دو خط بر هم منطبق باشن دستگاه بیشمار جواب داره. حالا به این سوال میتونیم جواب بدیم که گفته آیا میتوان گفت این دستگاه معادله خطی بیشمار جواب دارد؟ میشه بله. چرا؟ چون دو خط بر هم دیگه منطبق هستن. یکی از روش‌های دیگه که شما میتونید دستگاه معادلات خطی رو با اون حل کنید، روش حذفیه که الان میخوام براتون توضیح بدم. همونطور که از اسمش مشخص هست، شما باید یک چیزی رو حذف کنید. برای حل دستگاه به روش حذفی شما باید یا ضریب x تون رو در دو معادله یا ضریب y تون رو در دو معادله برابر و قرینه کنید. اولین کار که میکنید برابر کنید ضرایبتون رو، بعد بیان قرینه کنید، اینطوری راحت ترین. بعد که ضریبتون برابر و قرینه شد حذف میشه، بعد y یا x به دست میاد، جایگزین میکنید توی یکی از معادلات ساده تر و متغیر دیگر رو به دست میاریم. بریم با هم دیگه حل کنیم. توی قسمت اول دارم x منهای y مساوی با 3، 4x به علاوه 2y مساوی با 6. توی این قسمت راحت تر اینه که من بیام x هامو برابر و قرینه کنم یا y هامو. اینجا x هم برابر و قرینه نیست، اما y هم قرینه هست اما برابر نیست. من میتونم با هم دیگه برابرشون کنم، فقط کافیه ضرایب عددی قسمت بالا رو من بیام در 2 ضرب کنم همگی رو. به این صورت میشه 2 ضرب در x، 2 ضرب در y و 2 ضرب در 3. ضرب x و y اینجا نداریم یعنی 1، پس میشه 2 یکی 2 تا، میشه 2x منهای 2y مساوی با 2 3 تا هم که 6 تا. قسمت بعدی من بدون تغییر می نویسم، میشه 4x به اضافه 2y مساوی با 6. حالا میان این دوتا معادله رو با همدیگه جمع میکنیم. متغیرهایی که با همدیگه ضرایبشون برابر و قرینه شد خط میخورن. اینجا y هم بالا منفی 2y، پایین مثبت 2y، پس حذف میشن. بقیه با هم دیگه جمع یا تفریق میشن با توجه به علامتاشون. مثبت 2x مثبت 4x، این دوتا هم علامتن با هم جمع میشن با همون علامتی که دارن میشه، پس میشه مثبت 6 x مساوی با 6 با 6 باز هم علامتن، جفتشون مثبتن با هم دیگه جمع میشن با همون علامتی که دارن، چه مثبت 12. از اینجا به بعد باید معادلتون رو حل کنید. مثبت 12 تقسیم بر مثبت 6
که جوابم میشه مثبت در مثبت مثبت. 12 تقسیم بر 6 میشه 2. پس x هم شد 2. برمیگردیم به معادلات خطی اولمون. ببینیم کدوم راحت تره. هر کدوم راحت تر هست رو انتخاب میکنیم. x یا y که به دست آوردیم رو جایگزین میکنیم و متغیر بعدی رو به دست میاریم. توی معادلات من دارم x منهای y مساوی با 3، 4x به علاوه 2y مساوی با 6. اونی رو انتخاب کنید که ضرایبش کوچیک‌تره، اعدادش کوچیک‌تره. پس من اولی رو انتخاب میکنم. خب من می‌نویسم x منهای y مساوی با 3. اینجا x هم به دست اومده 2. پس من جایگزین میکنم 2 منهای y مساوی با 3. منفی y مساوی با 3 منهای 2 چون جابجا میشه تغییر علامت داریم. بعد میشه منفی y مساوی با 1. پس y مساوی با 1 تقسیم بر منفی 1 که ضریب y هست. بعد میشه منفی 1. y هم شد منفی 1. پس جواب این دستگام شد 2 و منفی 1. برای قسمت دومی من ایکسام و ایگرگام رو نگاه میکنم کدومش راحت تره که من بیام برابر و قرینه کنم. همونطور که میبینید 2 ضرب در هیچ عددی نمیشه که بشه 3 و 3 هم ضرب در هیچ عددی نمیتونیم بکنیم که بشه 5. پس من میام در این حالت به صورت ضربدری ضرب میکنم اعدادمو. یعنی اگر من x رو اینجا انتخاب میکنم ضریب بالایی رو در پایینی ضرب میکنم و ضریب پایینی رو در بالایی ضرب میکنم. حالا اگر من بیام این اعداد رو ضرب کنم چون هر دوتا مثبت هستن پس جواب هر دوتا میشه مثبت. برابر میشن ولی هر دوتا یک علامت رو دارن. من برای اینکه این مشکلم حل بشه کافیه یکی از این اعدادی که من میخوام در معادله خطیم ضرب کنم رو بیام قرینه کنم. یعنی اینجا بنویسم به جای 2 منفی 2. حالا میام این کار رو انجام میدیم. منفی 2 ضرب در 3 ضرب در 5 ضرب در 1 و 3 ضرب در 2 ضرب در 3 و ضرب در 7 باید بشه. منفی 2 ضرب در 3 میشه منفی 6x. منفی در منفی میشه مثبت 2 5 تا 10. y رو میذاریم و منفی در مثبت منفی 2 یکی هم 2 تا. برای قسمت پایین هم داریم 3 2 تا 6 تا 6x مثبت در مثبت میشه مثبت 3 3 تا 9 تا y هم میذاریم مساوی با 3 7 تا 21. من میام به صورت بالا به پایین اینا با هم دیگه جمع میکنم چون x هم برابر و قرینه شده اینجا هست میشه. من دارم مثبت 10y به علاوه 9y با هم دیگه هم علامتن با هم جمع میشن با همون علامتی که دارن مثبت 19y مساوی با 21 با منفی 2 هم علامت نیستن از هم دیگه کم میشن با علامت عدد بزرگتر که میشه مثبت 19. اینجا y هم مساوی با 19 تقسیم بر 19 که میشه 1. پس y هم شد 1. یکی از دو معادله اولین که راحت تر هست رو انتخاب میکنم و y رو داخلش جایگزین میکنم. این معادله اعدادش کوچیکتر هست پس من ترجیح میدم این معادله رو انتخاب کنم. 3x منهای 5y مساوی با 1. 3x منهای 5 بهتره توی پرانتز جایگزین کنید. 3x منفی رو میذاریم 5 یکی هم میشه 5 تا مساوی با 1. 3x رو مینویسم مساوی و زیر مساوی قرار میدم 1 سر جای خودش 5 باید جابجا بشه پس قرینه میشه مثبت 5 میشه 3x مساوی با 6 و x مساوی با 6 تقسیم بر 3 که برابر میشه با 2. نقطه تلاقی من میشه 2 و 1. x همیشه بالا نوشته میشه y پایین. حواستون باشه. برای قسمت سوم هم من ضرب x و y رو اول نگاه میکنم میگم x 2 3 دارم ولی y 2 و 2 دارم یعنی با هم دیگه برابره. فقط کافیه با هم دیگه قرینش کنید. پس میان یکی از معادلاتتون رو هیچ فرقی نمیکنه چه بالا چه پایین در یک منفی ضرب میکنید. من بالایی رو در منفی ضرب میکنم. پس تمام اعدادم قرینه میشه منفی 3x منفی 2y و منفی 50. تمام اعدادم قرینه شدن. قسمت پایین هم میشه 2x به علاوه 2y مساوی با 35. میام بالا و پایین معادلاتم رو با هم دیگه جمع و تفریق میکنم. اونی که برابر و قرینه شد هست میشه 2y با منفی 2y. منفی 3x با مثبت 2x میشه منفی 1x. هم علامت نیستن از هم دیگه کم شدن با علامت عدد بزرگتر. منفی 5 و 35 باز هم علامت نیستن از هم دیگه کم میشن با علامت عدد بزرگتر. منفی 15. پس x هم
میشه منفی 15 تقسیم بر منفی 1 منفی در منفی مثبت 15 تقسیم بر 1 15. پس x هم شد 15. حالا میام y رو به دست میاریم. یکی از معادلاتم رو انتخاب میکنم بعد جایگزین میکنم. معادله پایین رو ترجیح میدم انتخاب کنم. 2x به علاوه 2y مساوی با 35. 2 به جای x میذارم 15 به علاوه 2y مساوی با 35. 2 15 تا میشه 30 تا به علاوه 2y مساوی با 35. 2y میشه این میره اون سم میشه منفی 30 به علاوه 35. 2y مساوی با مثبت 5 پس y مساوی با مثبت 5 دوم میشه که ساده نمیشه همینطوری میتونیم بذارینش. نقطه تلاقی من شد 15 و 5 دوم.